جعفر احمدی هستم، محصل سال دوم رشته اداره و مدیریت بخش اقتصاد در انستیتوت کثیر الرشتوی ناحیه 13. اینجا به دو بخش درس ها تقسیم میشه، یکی بعد تئوری داره و یکی هم بعد عملی است که بیشتر از ما بعد تئوری داره و در بخش کامپیوتر ما عملی درس میخونیم. بعد از اینکه ما از اینجا فارغ شویم میتونیم که در ارگان‌های دولتی تصدی ها به حیث مدیر یا یک مأمور اونجا کار بکنیم. ما تشکر میکنیم از اداره تعلیمات از صنف 9 رشته بندی بکنه و تا سطح 14 هم میتونه که برای خود کار در بازار جور بکنه. نام سید عارف حکیمی است و در انستیتوت کثیر رشتوی ناحیه 13 سمستر اول کامپیوتر ساینس. ما که در سطح کل هم تئوری میخونیم هم عملی. کامپیوتر ساینس که است یک رشته است که سطح کاریش بسیار زیاد است. هم میتونی کارهای دولتی را پیش ببری، دولت جذب میشه، هم کارهای خصوصی. پیام ما برایشان همی است که بیان ادامه تحصیل خود در می انستیتوت هم امکانات خوب است، هم درس های عالی داره، به ادامه بده و برای خود و کشور خود خدمت بکنه.